سلام به روی ماهتون. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز با مامان اومدیم بازار تره‌بار ارومیه کمی باقلا بگیریم برای فریز کردن. خدا برکت بده، تو بازار همه چی هست. به به، برگ گل محمدی، شنگ، کنگر، ریواس، برگ موی تازه، لوبیا سبز تر و تازه، نخود فرنگی. مامان داری چیکار میکنی؟ من دارم این سبزهای کوچولو رو برمیدارم برای خوردن، خام خوردن. دست درد نکن. آقای فروشنده اجازه دادن که ما بتونیم اون ریزا رو جدا کنیم که خام سر سفره بخوریم. دست درد نکنه. اینا خیلی خوشمزه میشن. آره بس. همه اینایی که گفتم آموزششون توی کانال هست، توی دیسکریپشن براتون میذارم. روش نگهداری نخود فرنگی برای طولانی مدت هم توی کانال هست. خب بریم سر وقت باقلاهای خوشمزه‌مون. باقلاها رو قشنگ با آب میشوریم تا گرد و غبارش بره. قشنگ اینجوری چنگش میزنیم تا تمیز بشه. بعد آب کشی میشه. برای باقالی پلو یا خورشت باقلا، دونه باقلا رو از طول برش میزنیم که هم توی غذا خوشگل دیده میشه، هم پوست کندنش راحت میشه. پوست کندنش هم خیلی راحته. اینجوری پوستشو میگیرم. وای از این باقلاهای ریزه میزه، اصلا ازشون نمیگذرم. خیلی نرم و لطیف میشن. با نون و پنیر خیلی میچسبه. حتما امتحان کنید. خیلی خوشحال میشم دوستایی که ویدیو رو میبینید لایک کنید و نظر بدید. نظرات شما منو خیلی خوشحال میکنه. یه روش خیلی راحت برای پوست کندن باقلا. بعد از اینکه برش خوردن روشون کمی نمک میپاشیم و یه خورده چنگ میزنیم. نمک باعث میشه باقلا آب بندازه و لیز بشه که بتونیم راحت پوستش رو جدا کنیم. نوکا خانم داره از خودش پذیرایی میکنه. بعد از اینکه پوستش رو گرفتیم میشوریم تا نمکش بره. به اندازه‌ای که ظرف جا داره باقلا رو توش میریزیم. اگه از ویدیو خوشتون اومده با دوستاتون به اشتراک بذارید. با حرارت متوسط یک کوچولو تفتش میدم. بعد از اینکه نرم شد حرارت خاموش میکنم. میذارم کاملا سرد بشه. بعد سرد شدن به اندازه هر وعده‌ای که مورد نیازمونه بسته بندی میکنیم و میذاریمش توی فریزر. اگه میخوای یه باقالی پلوی خیلی خوشمزه درست کنی، دیدن این ویدیو رو بهت پیشنهاد میدم.